ریاست کارهای داخلی شهر دوشنبه شام 11 اکتبر سال 2022 خبر داد که کارمندان میلیسای پایتخت تاجیکستان مردی را که ویدیوی طفل خردسالش را به رامونه لطکوب کردن او در اینترنت پخش شد معاین و دستگیر کرده جزا دادند. ولی میلیسای دوشنبه گفت از بس که ذکریا اودینایف تربیه و تامینات دو کودک خردسال را بر دوش دارد او را تنها جریمه بستند و به طور قطعی آگاه کردند که دیگر به چنین حالت راه ندهد و فرزندانش را به صورت شایسته تربیت کند. در خبر میلیسای دوشنبه گفته می شود که صحنه 2 اکتبر سال جاری در یک قطار شبکه‌های اجتماعی نوار نشر گردید که در آن حالت از جانب پدر مورد لطکوب قرار گرفتن کودک خردسال انعکاس یافته است. چنین عمل پدر مورد واکنش‌های شدید شهروندان و استفاده برندگان شبکه‌های اینترنتی قرار گرفته از مقامات میلیس خواستار اندیشیدن چاره‌های دخلدار قانونی گردیدند. میلیسای دوشنبه گفت در نتیجه پیشبرد یک قطار کارهای اپراتیوی سنجشی معین کرده شد که مرد در نوار انعکاس یافته شهروند اودینایف ذکریا گلمادویچ سال تولدش 1975 زاده نویه میر سید علی حمدانی بوده موقتا استقامت کننده نویه فردوسی کوچه محمد علی می باشد. ضمن پرسش معین کرده شد که نام برده از همزیستی با سابق همسر خود صاحب 4 فرزند گردیده بنا به سبب نافهمی‌های اویلوی از هم جدا شدند و 2 فرزند خردسال زیر تربیت و نگهبانی او قرار دارند. با نظرداشت حالت‌های مذکور نسبت به شهروند اودینایف ذکریا مواد لازمه ترتیب داده شده بنابر سبب زیر تربیت و تامینات او قرار داشتن کودکان خردسال جزا در نمود جریمه مأموری تطبیق کرده شده. جهت تکرار نیافتن چنین حالت و تامینات و تربیت شایسته فرزندان به طور قطعی آگاهانیده شد. گفته می شود در اطلاعیه ریاست وزارت کارهای داخلی شهر دوشنبه طوری قبلا خبر دادیم در شبکه‌های اجتماعی و اینترنت ویدیوی نشر شده است که در آن لحظه‌های یک کودک خردسال ظاهراً 4 ساله را به رامونه لطکوب کردن یک مرد میان سال ثبت شده است. بسیاری ها بعد تماشای این ویدیو از مقامات حفظ حقوق طلب کردند که این مرد را حتی اگر پدر آن کودک باشد پیدا کرده به جوابگری جنایتی بکشند. قانونگذاری تاجیکستان برای عذاب و عقوبت کودک می تواند حتی پدر و مادر او را به جوابگری بکشند. ماده 117 کودکس جنایتی تاجیکستان برای عذاب و عقوبت کودک همچون جزا از 3 تا 7 سال زندان را پیش بینی می کند. برای چنین عمل بر اساس کودکس اویلا در تاجیکستان والدان را می توانند از حق پدر و مادری هم محروم کرده طفلش را به یتیمخانه بسپارند.